نمیدونم خدا چرا باید خودش رو مخفی کنه. اون خداوند بی‌نهایت دیگه. خداوند همون صفر دیویه، صفر 4 تا صفر اون تا اینجوری پیوسته بی‌نهایت. اون خداست، چیزی که همه چیز ازش زاده میشه. برای همین 66 ابجد میشه الله و 6 و 6 میشه 12. میره رو 12 4 تا صفر. اون برای 4 تا صفر غیب میشه. مسلمان‌ها میگن صاحب زمان 4 تا صفر. من یه کد کوچیک دارم اینجا بهت، برو واس خودت. 12 همون 66 به ابجدی که 4 تا صفر، خب ابجد کبیر 66 میشه الله. من 12 متولد شدم، فکر کنم واسه همینم رفتم این تحقیقو کردم. 12مین یاری که تو اسلامم بوده میشه همونی که غیبه دیگه. امام زمان. بله نیست، الان نیست. غیبت کبری نیست. چرا غیبت کبری؟ چون یه بار این ساعت 4 تا صفره، یعنی در اصل زنگ بزنید 119 میگه ساعت 4 تا صفر میگه 4 تا صفر 119 زنگ بزنید چی میگه؟ شما صفر هم بری عملیاتشو بشکافی به خاطر اینکه یک ماهیتی در صفر هست، یعنی همون طبقه همکف، شما میتونی به ماهیت یک، چون مسیح میگه من و پدر یک هستیم، منظورش از یک یعنی تنها تک یگانگیه. بله. حالا 0 و 1 عدد میتونن باشن. این داستان خورشید پشتش به ما سا میدونی چیام 0 و 1 داستانشون اینه. شما برو اصلا توی چرا خورشید پشتش به ماست؟ به اونم میرسیم. حالا